هنرمند مردمی تاجیکستان مشرفه قاسیمова که با آفریدن نقش‌های جالب در صحنه تئاتر و سینما میان مردم معروف است، امروزها دولت پیری می‌راند و از زحمت‌های کشیده پاداش عمل روزگارش قناعتمند و شکرگزار است. دل خیلی جوانی دارد. 95 و در آمده باشم این زندگانی همین بوده است که شرعاً پیر شویدم دل یاش میمانده است. همین حالا بعضا فکر میکنم که من 95 ساله نه، من 19 ساله یا 25 ساله همراه شما باشم و همه وقت همراه شما خرسندی شما و شاهد باشم. تمام لحظه‌های زندگیش مثل نوور کینو همیشه پیش نظرش می‌آیند. به یاد می‌آورد که در شهر سمرقند در عائله نفران فرهنگی به دنیا آمده و به وایه رسیده است. من به یک عائله تولد یافتم که چطوری که همون وقتا گفتن عائله روشن فکرها بود. روشن فکرهایی که در سمرقند تولد یافتم و ما در سمرقند یک عائله کلانی بودیم که 3 حوله داشتیم. نمیدونم برای چه اول نمیفهمیدم حوله ما نامش زواد میگفتن. اون وقتا که یاش بودیم ما حیران بودیم که چون این حوله نامش زواد میگن که نبیاد ما زواد برفسیم. خب به همین وقتش آمد که سانی بعد این چیزا فهمیدن سانی فهمم که بابام آدمی پریتگی 80 برفتگی همین یکم حوله کلان یک حوله کلان بوده سو همین بابای کلانیم یک گل فرزند داشتین، نبیره عبیره داشتین، چطوری که من حاضر بسیار نبیره عبیره فرزندکاشون دوست می داشتین. همچون من اون کس سانی فهمیدم که صابونگر بودین. همین حوله 3 حوله یکم اشبه این بابام زوادی صابون داشتین. اگه زواد نه که همون وقت زواد میگن همه وقت 3 تا چگم دیگه کلان دیگه روی حوله جوشیده میستاد. همه وقت نمیدانم روی نیوی چه ها دیگه چی بود چی می انداختن دیگه همه وقت جوشیده میستاد. روزش که می جوشید یا چیگه چه ها کار میکردن ما اطراف میگشتیم بابام نمیماندن روزانه مایا یعنی وای چیز به حولی ما باین بود. اینجا فقط حولی زنها بود که اونجا و کلین هاشان پسر هاشان گله دخترها همینا زندگانی می. حولی سوم یک باغ کلام بود که اونجا گلزار بود و سرحوز بود و بابای منه گفتن که سرداری و زواد خودی بابام یک 80 برفتگی باشن خودی مارکس مانند بودن اون کس. انا همین رسم بشتین ما باین با اطراف گلن نبیره یا عبیره ها من اونجا در نشان به اصلا نبیره ها کلانی من یک 7 ساله میشتیم. چطوری که میبینید قطعا میشتیم اون که ذوق کده همون وقتا آمده رسم میگیراندن که این خاطره و ماند گفته. این میدونید کدام سالها سالهای بعد از 20 که این خاطره و ماند بعد از من گذشتن نبیره هم هم داند که این خیلی بابا داشتین. سر این بابا ما یک خصتشان بود. هر روزی بازار یعنی آن وقت نمیدونم روزی یکشنبه بود می نبود می روزی جمعه بود می هر روز بازار سکوته سحری اسب بسار شده بازار می رفتن. ما این عادتشون می دانستیم. این که از وقتی که بازار می رفتن ما گله نبیره عبیره خرسند میشدیم که بابام بازار برفتن از بازار ما و چیز می بیارن شیرینی می بیارن. با همین تا آمدن بابا از بازار همه بچه ها منتظر نبیره عبیره که همین با حولی بیرون ببر آمده همین حولی سوم با اون که یک تا حجره داشتن اتاقچه
انا همونجا زندگی میکردن. ما دیگه یک خانه بود و یک دیگه تگی در و صندوق ماندگی بود و در همین صندوق رو شیرینی میستاد. این که از بازار میرفتن اینا خواست از بازار میامدن که ما همه نبیره ابیره ها همین یک 10-12 تا جمع شده تگی دری همون اتاق راست میستادیم قطار که بابا ما اکن آوردگی چیشان مکافاتشان میتیان. همین روز آمدن از بازار خرسن ما همه چیزهای تازه پوشیدگی قطار ایستادیم. در کشاده شد و بابا سلام دادیم. علیک گفتن آفرین، گفتن من حاضر، گفتن و ثانی بعد صندوقشون کشادن و دست ما دراز کردیم که از همین صندوق برآمده کشاده و دست هم ما سه تگی شیرینی دادن. دست ما دراز کردیم از هم آخر کلانی من ایستادیم و یعنی من به یک جیانکم خوردی. دوای شیرینی درش به یک تش پیچک بود همون وقت رقم پیچک سفیدی حالی هم هست. ثانی قندلات میگفتن این خیلی سفید بای بود. ثانی من نمیدانم برای چی میگفتن که قند پفکی میگفتن همون وقتا که این تو دراز کاغذ پوشاندگی و نوش با پفک برای این وای داره. همین سه تکی به هم میدادن نویره ها نبیره آخرین با ما خرسند دست که ایمود رحمت میفتیم. اکن میخواستیم رویم که نخواست بابا ما نگاه میدارن صبر کنید سراسیمه نشوید بابا. نخواست میبانیم که همه مگن دست تکشا که من باکی 3 تا 4 دانه دادم. میپرسن کدامت و من 4 دانه دادم که هیچ کدامت نگفتی دستتون نکشوید. همه دست ما میکشویم که 3 تگی شیرینی. یعنی من به ایستادگی همون خواهرچیم جیانکم مسرور گفتگی دستت 3 تا 4 تا از همون پیچک 1 تا 2 تا آمد است بای هم تو کشاد که هم تو نگاه کنه سانی گفتن که مسرور جانی بابا این شما چی گفتن فرقی دارید که همه اینا گفتن 3 تا که گفتین شما 4 تا میگیرید. بابا نمیگوید که بابا من 4 تا دادید 3 تا چورس کدید. هم تو میگون کنی یک تش برگردانید میگون. اینا من میشنوم هم تو میشنوم نگاه میکنم که دستش کشاده این همین جیانکم آب چشمش ریخت. من که کلان باید منم گریه میکنم و از دستش میگیرم و عین خودم هم پیچکم میگیرم و برده بغل بابا میپتم. من گریه کرده جیانم که برامده میرون. هم تو برامده رفتگیم با از در برامگر سنه از پیشم غنی عبدالله افتگی یک خیشم بود. این سانی میفهمیدن آخر برفته اون کس دراماتورگی زور شدن که من همین کوچه ما نام همون کس مانده شدگی. همین غنی عبدالله برامدن یا شکک بودن. هم تو نگاه کنم مشرف خان چوگی یک کسی شد سانی ما اون کس به شکایت کردم که من همین خیلی هم گفتن خفه نشوید بابا این چیزا گفتن با اون مقصد که اون کس چی باشن سخت باشن سختگیر باشن یا برای یک تا کنفیت شما خفه کنن. نه شما دختری کلان فهمید این گفتن تربیوی جهتش است. اون کس میخواستن که نبیره هاشون تربیه یابد با صاف دیلی و راستگویی راست قولی آدمیگری. برای همون هم باید وای گوید بود که بابا جان من به 4 تا دادی. هرچند از عکس‌های پدرش قریب چیزی باقی نمانده است ولی میگوید که او از شخصیت‌های پیشقدمی زمانه بوده برای سواد برآوردن همسر و فرزندانش از تمام امکانات استفاده می‌برد. پدرم در زواد قنادی کار میکنن همون وقت در سمرقند. عارف رسولی میگن دیرکتوری فابریکه قنادی دیرکتوری فابریکه چی میگن در سمرقند بودن. یک مغازین کلان داشتیم کندی درست کردیم. این کس وای کدی ازدواج کدی رفته میبیان و همین سانی یک روز اکن گویم که خانه ما دیم خانه
3 تا خانه بود و همین خانه درون بنی و خانه سوم با جایی که شتا دست رو میشوید چون میکنید یعنی همین با یک تا ریال چیز پیانینه نه ریال 3 تا پایش کتی همون پیشی دست رو بیشتگی جایی با مونده شدگی بود که کلام وای ریال بگوید پیشش با موشنکهی چکتی کراسنکتی میگشتگی بولی وای به شور با موندگی و ریال با انا وای ها اوقات میکشتگی چیزا اویزان ریال با هیجان میموندم همونجا همون نمیدونستم که چی بیرون بر روی حولوه چیز گرمانیه بود سانی بعد اما ایوان با انا سانی وای داشتیم تروبه کلان داشت و پتیفون کتی میخوند گرامافون اینها ما بازی میکردیم گله بچه ها هیچ که اهمیت نمیدون سانی پدرم یک روزی برای مادرم یک زنکی روسا میبیارن یاش زنکی روسا مادرم به شناس میکنن که من شما معلمه آوردم این به شما زبانی روسیه یاد میتید این به شما پیانینه یاد میتید پیانینه نواختنه که شما یاد میگیرید زبانی روسی موزیکا فکر فرزند فکر بچه های بسیار تیز میکشد هوشیار میکند اینا البته باید شما یاد گیرید گفته آورده میمانن و این زنک هفته و 2 بار آمده میرود روس زنک خیلی این چیزا میگذرد میبیاد میرود یک روزی من یکم صنف میخوانم و از مکتب تاختم میبیام از یکم صنف 7 ساله یک دم درک شده خانه میدارم درک شده خانه و دارم مادرم گریه کشتین پدرم یانشان به راست ایستادین و تبسم خندک ایستادین هم تو باید پتافتم و هیچ وقت جنگ و جنجال نبود من گفتم حیران که برای چی مادرم گریستادین و پدرم میخندن نتانستم فهمیده خودم گم کردم که پدرم گفتن که مشرف رفته دستورتون شوید اوقات خورید بعد درید برامده رفتم بعد از برامده رفتنم یک چند وقت گذشت و پدرم هم برامده رفتن یک عربه کلان عربه دوچرخه کلان آمد و این ریاله گفته بالی عربه و چپکه ماند 3 تا پایشان هم تو استاد و گفته مونده رفت دهنم شده که همه ما حیران که شوی این خیلی لیکن نفهمیدیم سببش سانی بیگانی روزی شتگی بدیم که پدرم آمدن دستشان با یک تا حال در خاطرم است بیلقرص شایی دنی بیلقرص با هر خیلی شیرینی چای کنفت پیشینی من هم خیلی چیزهایی روزگارش آورده ما بچه ها شدیم و پیش ما آمده کشادن از کار آمدن از کنده درست کشادن گیریتان خوریتان خانه و در آمدن که اپسشان تاخت و منم در آمدم که اکسشان یک دست پول برآورده دست مادرم بدادن حیران موندم که یک دست پولی همون وقت مادرم باید گیرید این پولی شما گفتن چی که خواهید با همون صرف کنید پیانینه سانی فهمیم که ریال براردین فروختیم لیکن از خاطر نبرارید که همین چیز تا حال اسم باز که شما خودتون با خودتون جبر کردید من میخواستم شما زبانی روسیه یاد گیرید برای آینده فرزنداتون من میخواستم شما موزیک یاد گیرید که هیچ چیز موزیک همین صنعت بر این فکر نمیکشد که بچه هاتون در آینده ارزنده شما میشون هم تو گفتن و رامده رفتن این من فهمیدم که ثانی این مادرم همین معلمه و رشک میکردیم معلمه که روسی یاشکت میگفتیم که تو با بهانه معلمو پیانینه تو این زنک نغز میبینی برای همون سری من با ثانی کلان شدم بعد ثانی عقل رسید فهمیدید پدرم همین خیلی دوستا داشتن که همه وی ها شاعرها بودن نویسنده ها بودن اشولچی ها بودن گره کارگروی صنعت و مدنیت اینو دوست می داشتن هر همین وقتش بیاد اگر جمع می شدن بولی همون صفا
لب حوض با همه. در مابین آنها ملا تویچی بودن، حاج عبدالعزیز بودن، اگه اینا شما میدون تا نمی کلاسیکای همون وقت از ازبکستان تمره خانم می آمدن، حلیمه اپا می آمدن، تمره خانم شوهرشان اون کس حتی در نشان به اسم بس میر شاهید گفته که یک چی بود حاضر هزلچی آدمی کامیک بود، چای کشیده و یک دیگر دراز میکنن. ما لب حوض با گله نویره ها پاییده هم خیلی تماشا گشتیم. چای پیش از آن که کشیدن دراز کردن 4 مصرع شعر میخونن. همون چای کشیده میدادگه آدم شعر میخونن 4 مصرعی و آدم پیاله میگیرد و چای می نوشد. گردانده دادم و همون 4 مصرع شعر نو از کلاسیکای همون وقت تکرار میکند. انا همین خیلی پیاله ها رفته می آمد که اینا هم تو داده هم تو نمی گفتن چای. ما حیران که چوه اینا وقتی چای دادن اشعار میخونن شعر میخونن. ثانی بعد از آن که کلان شدیم، بعد از آن که فهمیدیم با همین غنی عبدالله ما گفتیم که میدونید غنی اکا یادگار شما اشعار خونده و پیاله داد. گفتن که نه وای شعر خوانسین وای کلاسیکای شعرهاش که انا همون شعرهای ثانی من این خیلی اشعارها موزیک و در آورده شعر میخوانن. اینا غنی عبدالله ما فهموندن. همچون اویلای زیایی برایش پیش آمد که از سمرقند به دوشنبه کوچند و منزلی من بعده زیستی را اینجا انتخاب کنند. وقتی که من 10 ساله بودیم انا حسن حسین دادرم بود. انا همون وقت سمرقند مرکز بود، تاشکند مرکز نبود. سمرقند همین آخوند بابای پدرم 26 سال 27 سال عذر خاطرم نیست بعد دوشنبه میفرستانن 2 کس 3 کس که اینجا نو تشکیل شد و اینجا یاری رسانن و این ثانی پدرم همون وقت آمدن دوشنبه میمانن و از همون سال ثانی آیسته من 10 ساله شدم و کشیدم بیم دوشنبه و ماندگی زندگی من تا امروز در دوشنبه میگذرد. هرچند مشرفه نورد صاحب هنر بود ولی خواستند که او در تاشکند تحصیل کرده معلومات دکتری گیرد. همین طور هم شد ولی زندگی آرام و آسوده آنها دیر دوام نکرد. وقتی که اینجا آمدم خیلی چی گویم پدرم رئیس سفخوز دیرکترش بودن اینجا سال 37 رئیس سفخوز دیرکترش بودن. همونجا کچیده آمدیم ما همونجا شدیم زندگی کردیم. سال خواندم و درآمدم مید تکنیکوم با اون وقت مید اینستیتوت نبود، مید رفک میگفتن. مید رفک با در آمده مید رفک تمام کردم. وقتی که مید رفک ما تمام کردیم 1 چند کس همراه من تمام کرد اینجا که اینستیتوت نبود ما یا تاشکند بگسیل کردن. تاشکند مید اینستیتوتش با 1 کورس تاشکند با نقص تمام کردم. 2 کورس بگذاشتم تاشکند با نقص گذاشتن نقص خونده. اکنون اپیراسیون گذاشتیم هم تو روز استادیم 1 بار اپیندیزیت اپیراسیون کردیم که چیز دادن در کار کو برای اپیراسیون روز همین خیلی دلی نرم داشتم که نمیتوانم خونه دیده نمیتونستم که برای من فقط تبسم باشد و خنده باشد و همین خیلی تربیت یافتم. اینجا اپیراسیون بالاش آمدم هم تو دکتر کار گرفته هم تو ماندگیش هم میدانم دیگر اصلا نمیدونم از سوش رفتیم که آدمی زنده بودید. ثانی خود با آمدم که آفشید با خور رفتیم. ثانی وی من چی هم آمده گفت که ای مشرفه از تو دکتر نمیبرد. گفت ای چی گفت آی 2 کورس بخوانسی و چی تو وقتی گفت آخ این من گفتم نه آدمی زنده پیش چشمی من چیز گفتم دیمو 3 کس برسی
خیلی این چیزم گذاشت طاقت کردیم. من به همین گنده نمیخوندم نقص. ناخواست از دوشنبه خبر آمد. سال 37 سال ناخواست خبر آمد که پدرم همچون دشمن خلق همان وقت 37 سال گفته قوا کردیم. نه فقط پدرم، از اولاد ما یکیش که پدرم گفته قوا کردیم. سالی بعد آمدن سالی میگم مادرم خواهرک و دادرک ما تغییر خانه افساندین. یک تا مادری پیری بی پیری 80 سالگی بود من ماندگی من به همین گوید این گپ از تاشکن شنیده خواندن پتافته آمدم خانه و که حالا مادرم خانه بودن. آمدم که من همین احوال پدر نیستن. غنی عبدالله قواکاگی، رشید عبدالله قواکاگی، دوتا عمک قواکاگی، آدم های همون وقت پیش رفتش روشن فکروی وقتی هم استالین نویش خیلی دوره گذاشت. انا ثانی گوید وای خواندن پتافته دیگر نرفتم چون که عائله و کلان من بودم. این باز همین اون وقتا چی نبودین غنی عبدالله پیش از رفتنشون پیش از ترمشون رفتنشون من تئاتر بردن. من تئاتر به همین غنی عبدالله اون کسام اومدگی بودن. من تئاتر بردن و پیش همون ریژیسور گلانی ریژیسور صوفیا خان طیبایی شوهرشان بود معروف. پیش همون کسام در آمدم گلانی ریژیسور و امتحان گفتن. رقص کردم، اشوله خواندم، بودگی صنعتم نشان دادم. علامت زاده اون وقتا نو برامدگی بودن رقص کنندم. من چی کردن زنشان کردی سانی گفتن که من این عریضه نوشتم. عریضه نوشته بولی عریضه و 500 سوم همون وقتا پولش من با آیلیک ماندن و من تئاتر در آمدم. تئاتر همون وقت تئاتر لاوتی نو تشکیل شدگی چند سال شدگی تشکیل شده 2 سال 3 سال من همونجا در آمدم خونه خورسانش تا خونه و آوردم که مادر جان انا من اکن کار میکنم آیلیگ میگیرم نامپولی هست دادین ترما و مادرم خانه و من تئاتر با کار کسیم یک چند وقت کار میکنم. زنی ولامت زاده کردی در تئاتر ما رقاصه ولامت زاده رقص یاد ما رقص میکنیم مثلا. انا همین وقت ناخواست من همین تئاتر مایاکوفسکی بود. این تئاتر مایاکوفسکی هم تئاتر ما کار میکرد هم تئاتر روس ها. دو تئاتر یک شب اینا یک شب ما سپکتاکل نشان میدادیم. ولامت زاده به ما رقص یاد دادن. این وقتی دست ما پیاله و پیاله کردی رقص کردیم دست ما انگشمانه و تاخچه و رقص همون کردیم که تریزه تخت تخت شد یک زنک آمد. سانی نخواست در آوردن که همسایه اما گریه که آمد که تیز خانه و بیا مادرت بردن. چخیل بردن گیجا بردن. هم مادرت آمده گفته بردن. دادرات فقط بیبی ماندن خانه و همین پت دافتم همون احوالو گوید. همون پایم با بودگی تنوک پکچکتی میان کوچکتی حولی و تاختم که حولی ما همون تئاتر لاهوتی دور نبود. سمرقندسکی کوچه بود. هم سمرقندسکی کوچه همونجا میستادیم حولی کلان داشتیم. در آمدم که میان خانه و انا همین قدر یک تا کرپه بالیشت یک تگی کرپه بالیشت و انا بالی همین چیزها و یک تا پالتای قرقولی روسی دخته شدگی همه ابالی همون پتافتگی ایساسو مادر که بیبیه که پیرم تگی 75-80 با انا هم تشتین یک خودشون دیدونید خانه لب چی ماندگی نه فقط زمین و آسمان ماندگی همه چیز بردگی. خواهر دادر گریه که گفتن که مادرم هم ترما بردین دادر و خواهرکم افته بردین. خواهرکم یک تا خواهرم بود دوتا دادرم اینها یک قزاقستان با صغیر خانه بردین.
حسن حسینکا یاش بودن، خواهرم یک 14 ساله بود. اینا گفته بودین که همینجا چشته یکم دیدم که نیستن. خیلی به همین مجبور سانی بعد بینم که از بیبیم پرسیدین که همون یک تا روز بود است، 3 کس آمدین، یک تاش روز بود است، قراکولی پالتوی دیده، پالتوی همون وقت با پالتوی پلیاشو ورتنکش راست میستاد، روسی عین مادرم، لباسای روسی میپوشید این مادرم همون وقت. میپرسد که این عین کی؟ سانی بیبیم میگن که مادرش پالتوش. چخیل مادرش مادرش رسمی نه میگوید، مادرش معلمه بود، معلمه نبودن، تئاتر و ماشین کار میکردن. با همین این پالتوی همون هم تو نگاه میکند ای تاجیکایی پالتوی که اون طرف میپاتد گجا و دخترش وای تئاتر با کار میکند. میگوید من اکن چند بدارم دگی 17 و دارم دست 17 تئاتر با کار بدارم دگی. همون روس مردک اینا سخت نبزده پالتوی بیبیم میتید. دخترش اکتریسه بود است. میگوید اینا مانیتان، میگوید برای از مادرش خاطرم ماند این با همون پالتو میماند، دیگر هم سکشته میبرم. اکو مادر ترمه مادرم 1 سال و 3 ماه به هیچ سبب به هیچ اساس ترمه خورفتن. بعد از برامدگوشان پرسیدیم پدرم روز 3مش ترمه بردن، روز 3مش پدرم امکم غنی عبدالله اکش رشید عبدالله برآوردن میپرانن. سم زبات پستش و جایش میدونم انا همینجا برای میپرانن. انا اکنون باز کار با من کار کسیم که ناخواست 1 سال گذشت، 1.5 سال گذشت که من اگه تئاتر و دختری دشمن خلق اون وقتا یک پدری من نگفتیم، هر شب میشنیدیم از هر خانه آدم میشیندن، همین خیلی وقت بود میشیندیم که دیرکتری رادیو گلا آدم بایی توزکی همین خیلی هر روز به همون قدر پدر منم همه از من دور شد، همه از من دور شد که این دختری دشمن خلق. من با نزدیک شد و هم میترسد که بلکه منم میگیره. انا همون وقت شوهر یکمم پدری من این عثمانوف عبدالحق گفتگی این دراماتورگ یکم تاجیک که من دوست می‌داشتگی. ما یا دیگر کتی خیلی کن 17-18 و در آمدیم از من دور نمیشد. فهمید که همین خیلی احوال با من پدرم همین خیلی همین سانی و توتی غفار را گفته که با یک اکتریسه که اون کس همچون مادر من بر رفتار کردن. آخر نتیجه و من همون توتی غفار رو من به توی به هیچی 3 سال بلوچ خیلی که میگفتن یک کلک کم کتی همین عثمانوف ابوالحق کتی زکس ببرده زکس کناندن. مایا مجبور کنم اینم بیبیم گفتگی که من میبینم که یک چه آورده میماند اینا گفتم میبرد همینه فهم دست بیبیم ماندگی. من این اکتریسه 1000 رعش و توغری باشدم اینا بد کردنشان ممکن همین فکری پاک داشته باشد گیرت همین نویری. من راضی من میگم که همین با یاری رسان. ما مادرش با ترمه می نویسیم، مادرم ترمه بودگی اون وقت با همین صانبت همین توتی غفار و مادر به من وقت کم داشتم من زکس کنانده برده زکس میکنانه. نه اول مادرم به می نویسن همین خیل مادرم از ترمه می نویسن که ما 7 متر صوف سفید پرسانید 7 متر صوف سفید روی جاکتی. اون وقتا میرشکه بود دخترای یاش همین جواناکا میرشکه میکردن همین خیلی ماده بود که گردی پدوشکا و گردی چها و بیچاره مادرم ترما خورفته نیست. رازگی دادم من 1000 بار راضی من اگر بچه ای صاف دل باشد. من شوهر و میتیم همین عثمانوف ابوالحق با سال یک روز با کار کش دادیم
با ولامد رقص منصص اینی آرش مالالان گفته که پیسوا توفخان از خاصرویل بازی میکنن من و آرش مالالان بازی کردیم که باز همون زنگ می بیاد تیز بیاد تیز خانه و بیام بگید مادرتان آمدن مادرم اتون ما جواب میشون 1 سال 3 بعد تربش جواب شد همین پایلوچ باور کنید چه خیلی که رقص کردیم اون وقتا کوچه ها اسفالت نبود این خیلی سنگ بود کوچه ها من خیلی سنگ کردیم همین پایلوچ از همونجا کوچه ای سمرقند اینقدر دور نه تاختم میان کوچه کردی یک روم مادرکم میان خانه وشتین بیبیم شتین دادرکم نیستن حالی همین شتین راست آستانه و ایستادم که مادرم من یکا گیره کستیم مادرم من با نگاه نمیکنن دو چشمش هم پایم با سانه خودم با آمدم چوی قدر مادرم پایم با نگاه میکنن من نگاه کنم از پایم خون رفت است و همون اسفالت و شیشه شکسته است خون میشه سانه وای گفتن وای من سبب شدم خونه که پایت ریخت است سانه مادرکم آغوش بگرفتن من سبب شدم که توی خونه سانه پرسیدن فرزندانشون فرزندان نیستن فرزندان قزاقستان با وای با دیدم با یک دخترشان 2 پسرشان حسن حسین گپ زده دادیم شبش که دیگری که همیشه گفتیم همون وقت سانی من همین شوهرم مادر آبی چشم نریزید من میگردانم گفتن من بچه های میگردم از پگه تاخته بچه های یافتن که قزاقستان ببدین اونجا گردانده آمدن بیگانه روزی اکون پاییز می بیاد و بچه ها می بیان ما برامدیم وگزل برامدیم سستف آمد پر آدم همین از تریزه از درها بچه ها فقط بچه ها دستاشان دراز بچه هیچ که نمیشناسد موی ها آنم تو تن و همین احوال سونه داد ایرون میرون سونه من خواهرم نازمه جان گفتگی معلمه بود دستلوجنی شد سونه ما گفت که آیتی جان من نازمه من خواهرتان من حسن حسین دوشون بیاد باین سون داد گفتم شاورم آمدن و گفتم اونجا نازمه جان آوازش برامس است همین زدن و گفته برامدن که خواهرم که دیدو دادرم موی ها نم تو یک احوال گفته خانه و آمدیم انا همون وقت این زندگی بینید که محمد جان قاسموف تیاتر با یک روز من پیشم جیغ زدم من شوهرم عثمان فاضل جیغ زدن اینطور نشانده انا هم تو اسپیسکا گوش کنید سرش من نیست از دیرکتوری تیاتر سر کرده تا نام صوفیه خانه هست توی بایوه گلا اکتریس های گلا نامداک های گلا پس نام منم هست از بالا فرسانده ای که اول همین آدم های تو تفتیش میکنی با ما آورده همینه هم گفتنی این کس من شنانده همین گفت گم بزنن که بعد از سانی من سرگذشتم با محمد جان قاسموف میگم محمد جان قاسموف عثمانوف کتی بسیار نغز بودن کلام بودن یک چند سالو همین دکاده و اتله بازیگرشون با بتون دوبلیکات های چهای شب و روز شده عثمانوف تیار کرده بود با همین پیش من با همون دراندن پشت شکاف پتافتن و هیچ که گم نزنید نترسید هیچی نمیشد زندگانی کردن گیرید اون وقت اکن من دخترچه دارم گفت کوتا تیاتر بکنم که دکاده سر شد دکاده یکم 40 سال رفته یکم روزی دکاده تیاتری کلانی مسکو با اطراف پر آدم حیران هیچ که خیدیم که امروز ستالین می آمده است سپکتاکل دیدم با کانسپت ستالین انا همون جوا ما برامده کانسپت نشان دادیم رقص کردیم از 7 ساله سر کرده تا 10 ساله بچه های مایده هم بود رقص میکردن صحنه و
اینجا نگاه کنیم که من اینجا لازمه ستالین گلا آدمای خودش کتی کلان ها کتی شتاس انت نزدیک تئاتر با این دخترک ها رقص کردن پیش وام رقص کردن همین موی دو چشم مستالین با یکم بردیم ستالین کم هر بچه ها پیش وران اگر اکسراف که انام تو میکنه ستالین میترسد که نه افتن این 7 ساله بچه ها رقص کردن و این خسته همین از خسته چپک بود اون خلق خسته بود ام بابایو بچه ها وی از همین گوید دکده تاجیک پگش بسانی درام نشان داد دویم روزش ستالین اتلا رفته میبیند اتلا رفته میبیند به نهایت محکول میشد سانی سحری میخیزن که رادیوها گازیتاها این تاجیکستان استالین آباد چنان تعریف کرده بتون گازیتاها برامدگی بتون رادیوها برامدگی همیشه که محمد جان قاسموف با ارتیست خلقی SSR میدین اردن لینین میدین. پس از این واقعه تاریخی جنگ بزرگ وطنی آغاز یافت. همینطور این حادثه با زندگی مشرفه جوان به تاثیر نماند. عبدالحق عثمانوف به جنگ رفته برنگشت و سرنوشت مشرفه را به محمد جان قاسموف پیوست. حیات میوه و محمد جان قاسموف به تئاتر و هنر وابسته ماند. سری جنگ با عبدالحق عثمانوف جنگ با میرون جنگ سر میشد و بعد چند وقت این کس لیمیت دارن باید نگیرن کس رفتم به اون که من اسکی کم همه رفت از فرزندام است میرون اون وقتا من خدم به 7 ماه دخترم بلی و این کم از رفت جنگ رفت سری جنگ با از سری جنگ اکنون مشرفه قاسموف تمام هستیش را به صنعت بخشید. سیماهای آفریده‌اش چی در صحنه تئاتر، چی در کینو و چی در تلویزیون مقبول تماشابین بودند. صبر کن صبر کن بچم تو کسی رو میکوبی من در اینجا همه همسایه ها را میشناسم بخصوص ابرزی مادر در چندین نمایش‌های تئاتری و فیلمنامه‌ها چنان مؤثر برآمد که شهرت او را همچون هنرمند افزود. تیره‌ماه شده است. بین باران میبارد. خنک میخوری. خنک میخورم شاهبازهای من فردوس نادیر اکرم جان مگر در جای گرمند یک روی نکن و خیز خانه میروی هیچ جا نمیروم از همینجا گسیل کردم در همینجا رهش را میپایم خواب دیدم میآید سرم میآید با یک چیز گویم که من تا حال در زندگی
تا حال در زندگی من همچون مادری که همی قصال بدنم تا حال راضی نیستم از مرتا. برای آن راضی نیستم که قدر مادر حالا هم در همون جای لازمش رسیدگیش نه. مادر اینقدر قدر نمی کنن. در حیات، اساس حیات این مادر برای فرزند، حتی برای شوهر، بگذار مردها از من خفه نشوند. هزار کنیدم مرد زنم کم بودی دارد. خیلی این حیات آخر چطوری که روز میشد و شب میشد و زمستان میشد و تابستان میشد، حیات برگشته میگردد. عذاب عقوبت و این زندگی و این باجد آن زن باید همه وقت خودش را داشته تواند. مشرف قاسمی توانست فرزندان با وی رساند که کار والدین را دوام دهند و موقع خود را در عالم صنعت و هنر داشته باشند. فرخ قاسیموف از زمره هنرمندانی بود که با نویگری به عالم هنر وارد شد و نام خود را در ردیف بزرگمردان این ساحه گذاشت. مشرف قاسیموف از قسمت فرخ اندکی غمگین است، ولی باز از آن خوشنود است که خدمت‌های فرزندش قدرشناسی شدند و خود از رهبریت عالی کشور منتدار است. شب و روز خوش خیالم همین فرخ بود. فرخ پدرش انسول شدن بردن. محمد جان قاسم مادرم انسول شدن بردن. دانید از انسول با خبر شدن در کار، خود احتیاط کردن در کار. انسانی بعد این هوش و خیال شب و روز غیر از صنعت دیگر چیز نبود. اینا اوچنیکاشو اینا شب و روز من اینقدر نبودم. همین خودش چی بگم شاگرداش کتی خانش و دیدم و میروم یاد کرده. همین آشخانه بشته همون ویش کتی شاگردکاش کتی و تا همین گپ زدن یاد دارم، معامله یاد دارم. اینا چی میکرد؟ من 1 سال شاگرد بود، افتیده پایم شکست دادم. 6 ماه روی جا رفتم گیپس با. این چون من لکنگان بودم 1 پای شکستگی حالیم. 2 سال 3 سال شد. خودم کتی خودم بالاش با این احوال فرخ من میدانم. خدا و 1000 بار شکر که امام علی شریف نمیدانم این مرد از کجا با من مهر ماندن، از کجا چی قدم برآمدشان با کیم چی گفتگی بودین در خصوص من که این مادری ملت و این گفته با اینو نمیدونم. بعد از اون که همین احوال افتیدم، اگر همین آدم نمی بود که ها نیست شدم. همین آدم من دستگیری کرد. بودگی قوتم از جوانها میتیم گفتم نمیمورم. باور کن تا حالی من فیزیکولتورم میکنم. سحری پیچی خسته روی جای و بیرون برآمده یا که پای خودم لیچکم فیزیکولتوره که تا حالی همیشه آمدم پایده. 95 به در آمدم. این از آدمیگری یک کسان. با آینده درخشان تاجیکستان باور دارم. امینم که فرزندان صادق وطن نام کشور عزیزمان را باز هم بالا میبردارند، میگوید قهرمان ما. همه جوانها را خدا به دولت پیری رساند. ما پیران همه وقت در سر دسترخوان پر ناز و نعمتی ملت ما نشسته با نبیره عبیره شبیره کام و دعاگوی آنها باشیم. از هر یک درگاه فقط آواز کودکان بیگناه و خنده کودکان بیگناه شنیده شد و پدر و مادران هم مثل من 90 و 95 و 100 به در آمده حضور نبیره عبیره شبیره کاشو نبیرن پیری به دولت شوند.